به نام خداوندی جان و خرد. السلام علیکم همراهان عزیزی رادیو مهر. به برنامه کافه کتاب خوش آمدید. مدینه حیدرزاده هستم و با کمک دوستانم در برنامه کافه کتاب لحظات را با شما خواهیم بود. در این بهاری زیبا برایتان بهترین ها را آرزومندم و امیدوارم که اگر از برنامه کافه کتاب خوشتان آمده باشد در یوتیوب با زدن زنگولچه در کانال رادیو مهر اشتراک شوید. راستی آیا تا به حال یگان نمایشنامه را ورق زده اید؟ نمایشنامه ها جذابیت خاصی دارد. در نمایشنامه آدم‌ها شخصیت‌های واقعی‌تر و جاندارترند و احساس انس و الفتی عمیق‌تر به انسان منتقل می‌کنند. خواندن یک نمایشنامه می‌تواند انتخاب خوب برای اوقات فراغتی چند ساعته باشد، چرا که خواندن آن و در نتیجه بازسازی صحنه‌ها در ذهن باعث می شود خواننده خلاقیتش را به کار گیرد و در ذهنش دنیای متفاوت را خلق کند. در این برنامه با هم نگاه می اندازیم به یک نمایشنامه بسیار موفق و تأثیرگذار. نمایشنامه من و خاله جانم اثری موریس پنیچ. لطفاً تا انتها همراهی ما باشید. موریس پنیچ بیش از 30 نمایشنامه را نوشته است که بسیاری از آنها به شکل کتاب هم در آمده است. آثار او در سراسر جهان منتشر شد و به زبانهای مختلف ترجمه گشت و البته جوایز بسیاری هم به آثارش تعلق گرفته است. کمدی من و خاله جانم که روابط خانوادگی در آن به صورت بحث برانگیز بیان شده است و با لحن کنایه آمیز و دیالوگ‌های گاه خنده آور واقعی مثل مرگ را به تصویر می‌کشد. این نمایشنامه که تنها 2 شخصیت دارد را موریس پنیچ سال 1996 نوشت که یکی از موفق ترین نمایشنامه‌های اوست و به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. از سال 2003 که این نمایشنامه برای صحنه تئاتر لندن رفت، شهرت بیش از گذشته پیدا کرد. من و خاله جانم نمایشنامه 2 پرده‌ای می باشد و در کل این نمایش تنها 2 شخصیت کمپ و خاله گریس بازی می کنند. کل نمایشنامه در اتاق کوچک گریس در خانه قدیمی اتفاق می افتد و تنها ارتباطش با دنیای بیرون پنجره است که هر دوی آنها اتفاقات اطراف را از آنجا نگاه می کنند. داستان از این قرار است که کمپ پس از 30 سال بعد از خواندن نامه خالش به دیدن او می رود. خاله گریس در نامه‌ای که به خواهرزاده‌اش نوشته گفته است که پیر شده است و مرگش نزدیک است و از او خواسته است به دیدنش برود. هرچند در دیدار اول او اصلاً از کمپ استقبال نمی کند. در پرده اولی نمایش فقط کمپ است که حرف میزند و هیچ کلامی از گریس شنیده نمی شود. گفتگوهای خاله و خواهرزاده در این کتاب بسیار ظالمانه است.
کمپ با خاله‌اش درباره بخشیدن اعضای بدنش یا اینکه می‌خواهد با خاکسترش چیکار کند و یا چگونگی تأمین هزینه‌های کفن و دفن حرف می‌زند و تلاش می‌کند احساسات خاله‌اش را به خود جلب کند. به هر حال مرگ خاله گریس آنقدر سریع که قرار بود رخ نمی‌دهد و دو شخصیت نمایش مدت زمان بیش از 1 سال را در آن اتاق می‌گذرانند. در طول نمایش آنها همزیستی با یکدیگر را یاد می‌گیرند و اتفاقات جالب میانشان رقم می‌خورد. دوستان و شنوندگان عزیزی برنامه، در ادامه با هم بخش از این نمایشنامه را میشنویم. صحنه 5. شب. باز هم باران. کمپ همان طور نشسته روی چمدانش خوابش برده است. گریس تماشا می کند. با کمک عصایش از تخت خواب پایین می آید و به سمت کمپ می رود. با عصا به او می زند. کمپ ناگهان بیدار می شود. گریس را نگاه می کند. ساعتش را نگاه می کند و دوباره گریس را نگاه می کند. گریس برای تختش برمی گردد. صحنه 6. گریس دمی در ایستاده و گوش به زنگ آمدن کمپ است. با شنیدن صدای پایش دوان دوان برای تخت خوابش برمی گردد. کمپ با ظرفی بزرگی که رویش لالی های خوراک بود وارد می شود و می گوید: خاله جان، باید در مورد اعضای بدنتان صحبت کنیم. کمپ غذای گریس را می آورد و آن را میده میده می کند و گریس تماشا می کند و در همین حال ادامه می دهد: فکر کردم شاید علاقمند باشید به خاطر پیشرفت علم یکان چیزی را اهدا کنید، ولی نمیدانم چی. بسیار خوب، فرصت می دهم در موردش فکر کنید، ولی بر وقت‌تر تصمیم گیرید. البته تا وقتی کاغذ را امضا نکنید نمیتوانند به بدنتان دست بزنند، ولی خب اگر امضا شود آنها آدم را قطعه قطعه کرده مثل یک ماشین اوراق میکنند. گریس به خوراکش نمک میزند. کمپ در حالی که نمک را از روی دسترخوان برمی‌دارد میگوید: لطفاً نچشیده نمک نزنید. این کارتان انسان را بسیار ناراحت میکند. اینجا که رستوران نیست. اما وقتی کمپ نگاه‌های اعتراض آمیز خاله را می‌بیند، در حالی که نمک برای خوراک خاله گریس می‌پاشد، ادامه می‌دهد: چرا همیشه این طور نگاه میکنید؟ باشد، من 30 سال است که به دیدنتان نیامدم. خب کار و بارم بسیار بوده است. بفرمایید نمک میل کنید. راضی شدید؟ آخه چرا اینقدر از من بدتان می آید؟ من که خواهرزاده تان می شوم. انتظار زیاد است. اگر از شما بخواهم کمتر همین خلوانمود کنید. کمپ لحظه گریهش میگیرد و بعد بر خودش مسلط می شود. میبخشید فقط موضوع این که هرچی بیشتر زنده میمانید، منظورم این نیست که باید بمیرید.
ولی ظاهراً هرچی بیشتر من را میشناسید از من بیشتر بدتان می آید و من حالم بدتر می شود. کمپ چنگال را در تیکه گوشت فرو می کند و در حالی که مقابل خاله گریس می گیرد می گوید مایلش هیچ گپ نه، مجبور نیستید دوستم داشته باشید، ولی خیلی خوب می شد اگر دست پختم را دوست می داشتید. گریس یک لقمه در دهانش گذاشت و همانطور که می جوید کمپ را تماشا می کند. صحنه 7. کم بعد کمپ با جاروبچه گردگیری در دست و دستمال به صورت وارد اتاق شده و در حالی که سعی میکرد آنجا را نظافت کند و خاله گریس که او را مینگریست گفت خب میخواهم سر و سامانی به اسباب اساسیه بدهم. فکر کردم بد نیست یکی از آن مزایده های اموال را به راه اندازیم، هرچندی که پول زیادی به دست نمی آید، لیکن پول برخی از مخارج را تأمین می کند. من و خاله جانم نمایشنامه تلخ است و بزرگنمایی هم در آن اتفاق افتاده است، اما می تواند تلنگر برای هر کسی که آن را می خواند باشد. تلنگری که به یاد انسان می آورد روزگار شادابی و جوانی همیشگی نیست و مرگ در کمین نشسته است. این نمایشنامه ارزش ارتباطات انسانی را به یاد مخاطب می آورد و می تواند باعث بازنگری در نگاهی هر کسی شود. دوستان خوب و عزیزی برنامه، بسیار سپاسگزاریم که مثل همیشه ما را همراهی کردید. با پایان یکی دیگر از سلسله برنامه‌های کافه کتاب رسیدیم. امیدوارم لذت کافی را برده باشید. تا کتاب دیگر، خدایار و نگهدار.